سلام و عرض ادب محضر یکایک اساتید ارجمند، پیشکسوتان فرهیخته و همکاران گرامی. بنده دکتر منصوره میرزایی از خدمتگزاران انجمن متخصصین ترمیمی ایران هستم که به همراه هیئت مدیره محترم و جمعی از اساتید و بزرگواران جهت برگزاری یک کنگره انشاءالله با شکوه در خدمت شما بزرگواران هستم. این کنگره بیش از 20 ساله که به همت پیشکسوتان این رشته و اساتید برجسته بنیانگذاری شده. ریاست این کنگره به عهده استاد بزرگمون جناب آقای دکتر حمید کرمانشاه و جا داره که من از یکایک عزیزان و بزرگواران که زحمت کشیدن، دبیران علمی، دبیر اجرایی و سایر همکارا، اونایی که مسئولین کارگاه ها هستن، مسئولین برنامه‌های رزیدنتی و همچنین سایر عوامل و اجرا کننده ها نهایت تشکر و سپاس دارم. از یکایک شما بزرگوارانم نهایت تشکر و سپاس.